دندانپزشک به من گفت که باید مسواک بزنم. دندانپزشک به من گفت که باید مسواک بزنم. دندانهای من حساس هستند. دندانهای من حساس هستند. من باید برای جرمگیری بروم. من باید برای جرمگیری بروم. آیا این دندان درد می کند؟ آیا این دندان درد می کند؟ لطفاً دهانتان را باز کنید. لطفاً دهانتان را باز کنید. دندانپزشک یک پرکردگی جدید گذاشت. دندانپزشک یک پرکردگی جدید گذاشت. من از صدای دریل می ترسم. من از صدای دریل می ترسم. باید عکس از دندانم بگیرید. باید عکس از دندانم بگیرید. لثه های من خونریزی می کنند. لثه های من خونریزی می کنند. من یک دندان مصنوعی دارم. من یک دندان مصنوعی دارم. آیا به بیهسی نیاز دارم؟ آیا به بیهسی نیاز دارم؟ دندان عقل من کشیده شد. دندان عقل من کشیده شد. من برای معاینه آمدم. من برای معاینه آمدم. این دارو را 3 بار در روز بخورید. این دارو را 3 بار در روز بخورید. دندانم شکسته است. دندانم شکسته است. من یک آبسه دارم. من یک آبسه دارم. بعد از غذا نخ دندان بکشید. بعد از غذا نخ دندان بکشید. دندانپزشک لمینت را توصیه کرد. دندانپزشک لمینت را توصیه کرد. روکش دندانم افتاد. روکش دندانم افتاد. من یک ارتودنسی ثابت دارم. من یک ارتودنسی ثابت دارم. آیا دندانپزشک فردا وقت خالی دارد؟ آیا دندانپزشک فردا وقت خالی دارد؟ من درد ندارم. من درد ندارم. آیا این دارو را نباید با غذا خورد؟ آیا این دارو را نباید با غذا خورد؟ چرا باید این دندان را بکشم؟ چرا باید این دندان را بکشم؟ من از تزریق نمی ترسم. من از تزریق نمی ترسم. آیا جرمگیری طول می کشد؟ آیا جرمگیری طول می کشد؟ من بیهسی نمی خواهم. من بیهسی نمی خواهم. چند وقت یک بار باید برای معاینه بیایم؟ چند وقت یک بار باید برای معاینه بیایم؟ آیا لمینت گران است؟ آیا لمینت گران است؟ من آبسه ندارم. من آبسه ندارم. چرا لثه‌هایم متورم هستند؟ چرا لثه‌هایم متورم هستند؟ آیا پرکردگی من افتاده است؟ آیا پرکردگی من افتاده است؟ من ارتودنسی نمی خواهم. من ارتودنسی نمی خواهم. آیا دلیل صدا می دهد؟ آیا دلیل صدا می دهد؟ چرا نباید بعد از کشیدن دندان سیگار بکشم؟ چرا نباید بعد از کشیدن دندان سیگار بکشم؟ من عکس جدیدی ندارم. من عکس جدیدی ندارم.
آیا روکش نیاز به تعویض دارد؟ آیا روکش نیاز به تعویض دارد؟ من حساسیت به بیهسی ندارم. من حساسیت به بیهسی ندارم. چرا دندان مصنوعی من لق است؟ چرا دندان مصنوعی من لق است؟ آیا نخ دندان واقعا لازم است؟ آیا نخ دندان واقعا لازم است؟ صندلی دندانپزشکی در اتاق شماره 3 است. صندلی دندانپزشکی در اتاق شماره 3 است. 2 آینه کوچک روی میز است. 2 آینه کوچک روی میز است. در کابینت 3 عدد دلیل جدید وجود دارد. در کابینت 3 عدد دلیل جدید وجود دارد. چند دندان نیاز به پر کردن دارد؟ چند دندان نیاز به پر کردن دارد؟ یخچال در کنار سینک قرار دارد. یخچال در کنار سینک قرار دارد. من باید 10 روز آنتیبیوتیک مصرف کنم. من باید 10 روز آنتیبیوتیک مصرف کنم. دستگاه عکسبرداری در طبقه پایین است. دستگاه عکسبرداری در طبقه پایین است. چند تا از دندانهایم پوسیده است. چند تا از دندانهایم پوسیده است. پرونده من در قفسه سبز رنگ است. پرونده من در قفسه سبز رنگ است. من یک دندان عقل دارم که درد می کند. من یک دندان عقل دارم که درد می کند. داروخانه در سمت راست مطبع است. داروخانه در سمت راست مطبع است. من 2 بار در روز مسواک می زنم. من 2 بار در روز مسواک می زنم. آزمایشگاه در همین ساختمان است. آزمایشگاه در همین ساختمان است. تمام وسایل استریل هستند. تمام وسایل استریل هستند. من باید 5 دقیقه صبر کنم. من باید 5 دقیقه صبر کنم. آب در داخل لیوان است. آب در داخل لیوان است. من 4 عدد دندان جلویی سالم دارم. من 4 عدد دندان جلویی سالم دارم. دستشویی در انتهای راهرو است. دستشویی در انتهای راهرو است. اولین نوبت ساعت 9 صبح است. اولین نوبت ساعت 9 صبح است. من 7 روز دیگر باید برگردم. من 7 روز دیگر باید برگردم. این مسواک مال من است. این مسواک مال من است. پرونده دندانپزشکی من گم شده است. پرونده دندانپزشکی من گم شده است. آیا این دلیل جدید متعلق به مطب شماست؟ آیا این دلیل جدید متعلق به مطب شماست؟ دندانهای شیری فرزندم افتاده اند. دندانهای شیری فرزندم افتادند. بیهسی او اثر نکرده بود. بیهسی او اثر نکرده بود. درد بیمار بسیار شدید بود. درد بیمار بسیار شدید بود. عکس رادیولوژی من واضح نیست. عکس رادیولوژی من واضح نیست. آیا این روکش برای دندان من است؟ آیا این روکش برای دندان من است؟ داروی ماسکن شما تمام شده است.
داروی مسکن شما تمام شده است. آبسه او نیاز به درمان فوری داشت. آبسه او نیاز به درمان فوری داشت. لمینت‌های من بسیار طبیعی به نظر می‌رسند. لمینت‌های من بسیار طبیعی به نظر می‌رسند. جرمگیری من هفته گذشته انجام شد. جرمگیری من هفته گذشته انجام شد. حساسیت دندانهای من ارسی است. حساسیت دندانهای من ارسی است. دندان مصنوعی مادر بزرگم را تمیز کردم. دندان مصنوعی مادر بزرگم را تمیز کردم. نخ دندان شما روی میز است. نخ دندان شما روی میز است. معاینه بعدی من در پاییز است. معاینه بعدی من در پاییز است. تزریق او بدون درد بود. تزریق او بدون درد بود. ارتودنسی برادرم 2 سال طول کشید. ارتودنسی برادرم 2 سال طول کشید. آینه کوچک دندان پزشک شکست. آینه کوچک دندان پزشک شکست. کشیدن دندان عقل من سخت بود. کشیدن دندان عقل من سخت بود. هر 6 ماه یک بار برای معاینه میآیم. هر 6 ماه یک بار برای معاینه میآیم. دیروز دندانم را پر کردم. دیروز دندانم را پر کردم. همیشه بعد از غذا مسواک میزنم. همیشه بعد از غذا مسواک میزنم. هفته آینده نوبت دندان پزشکی دارم. هفته آینده نوبت دندان پزشکی دارم. گاهی اوقات لثه‌هایم خونریزی می کنند. گاهی اوقات لثه‌هایم خونریزی می کنند. 3 بار در روز از نخ دندان استفاده کنید. 3 بار در روز از نخ دندان استفاده کنید. امروز صبح دندانم شروع به درد کرد. امروز صبح دندانم شروع به درد کرد. به ندرت به دندان پزشک مراجعه می کنم. به ندرت به دندان پزشک مراجعه می کنم. ساعت 4 بعد از ظهر وقت خالی داریم. ساعت 4 بعد از ظهر وقت خالی داریم. پیش از این هرگز آبسه نداشتم. پیش از این هرگز آبسه نداشتم. تا 1 ساعت دیگر اثر بیهسی از بین می رود. تا 1 ساعت دیگر اثر بیهسی از بین می رود. هر روز باید این دهانشویه را استفاده کنی. هر روز باید این دهانشویه را استفاده کنی. ماه گذشته دندان عقلم را کشیدم. ماه گذشته دندان عقلم را کشیدم. به زودی باید برای جرمگیری برگردم. به زودی باید برای جرمگیری برگردم. همین حالا درد دارم. همین حالا درد دارم. 2 هفته دیگر برای کشیدن دندان وقت دارم. 2 هفته دیگر برای کشیدن دندان وقت دارم. تابستان امسال ارتودنسی خواهم کرد. تابستان امسال ارتودنسی خواهم کرد. هیچ وقت از دلیل نترسیدم. هیچ وقت از دلیل نترسیدم. سال آینده ممکن است نیاز به روکش داشته باشم. سال آینده ممکن است نیاز به روکش داشته باشم. همین دیروز وقت دندان پزشکیم را کنسل کردم. همین دیروز وقت دندان پزشکیم را کنسل کردم.
من صبحها دندانهایم را مسواک میزنم. من صبحها دندانهایم را مسواک میزنم. هر شب قبل از خواب از نخ دندان استفاده میکنم. هر شب قبل از خواب از نخ دندان استفاده میکنم. بعد از ناهار معمولاً دهانم را با آب میشویم. بعد از ناهار معمولاً دهانم را با آب میشویم. گاهی فراموش میکنم که دهانشویی استفاده کنم. گاهی فراموش میکنم که دهانشویی استفاده کنم. همواره سعی میکنم شیرینی کمتری بخورم. همواره سعی میکنم شیرینی کمتری بخورم. هر روز باید دندانهای مصنوعیام را تمیز کنم. هر روز باید دندانهای مصنوعیام را تمیز کنم. صبحانه را که میخورم دوباره مسواک میزنم. صبحانه را که میخورم دوباره مسواک میزنم. به ندرت در طول روز نوشابه میخورم. به ندرت در طول روز نوشابه میخورم. عصرها دندانهایم را بررسی میکنم. عصرها دندانهایم را بررسی میکنم. معمولاً قبل از مسواک زدن نخ دندان میکشم. معمولاً قبل از مسواک زدن نخ دندان میکشم. هرگز با دندانهایم چیزهای سخت را نمیشکنم. هرگز با دندانهایم چیزهای سخت را نمیشکنم. بعد از خوردن میوه دهانم را میشویم. بعد از خوردن میوه دهانم را میشویم. گاهی اوقات دندان روچه میکنم. گاهی اوقات دندان گروچه میکنم. همیشه قبل از خواب یک لیوان آب می نوشم. همیشه قبل از خواب یک لیوان آب می نوشم. هر صبح لثه‌هایم را ماساژ می دهم. هر صبح لثه هایم را ماساژ می دهم. به طور منظم مسواکم را عوض می کنم. به طور منظم مسواکم را عوض می کنم. بعد از نوشیدن چای دندانهایم زرد می شود. بعد از نوشیدن چای دندانهایم زرد می شود. هر روز باید از محافظ دندانم استفاده کنم. هر روز باید از محافظ دندانم استفاده کنم. معمولاً درد دندانم در شب بدتر می شود. معمولاً درد دندانم در شب بدتر می شود. هیچ وقت با دندان بازکن درب بطری را باز نمی کنم. هیچ وقت با دندان بازکن درب بطری را باز نمی کنم. من می توانم با دندانهایم غذا را بجوم. من می توانم با دندانهایم غذا را بجویم. آیا می شود با این درد قرص مسکن بخورم؟ آیا می شود با این درد قرص مسکن بخورم؟ او نمی تواند بعد از کشیدن دندان صحبت کند. او نمی تواند بعد از کشیدن دندان صحبت کند. اجازه دارم بعد از پر کردن دندان چیزی بخورم. اجازه دارم بعد از پر کردن دندان چیزی بخورم. من قادرم با دندان مصنوعیام به راحتی غذا بخورم. من قادرم با دندان مصنوعیام به راحتی غذا بخورم. آیا می توانید دندانم را نجات دهید؟ آیا می توانید دندانم را نجات دهید؟ بیمار نمی توانست دهانش را کاملا باز کند. بیمار نمی توانست دهانش را کاملا باز کند. ممکن است بعد از تزریق صورتم کمی ورم کند. ممکن است بعد از تزریق صورتم کمی ورم کند. من اجازه ندارم تا 2 ساعت چیزی بخورم. من اجازه ندارم تا 2 ساعت چیزی بخورم.
آیا می شود نوبت مرا به فردا موکول کنید؟ آیا می شود نوبت مرا به فردا موکول کنید؟ او می تواند به خوبی از نخ دندان استفاده کند. او می تواند به خوبی از نخ دندان استفاده کند. آیا می توانم قبل از معاینه مسواک بزنم؟ آیا می توانم قبل از معاینه مسواک بزنم؟ من نمی توانم طعم بیهسی را تحمل کنم. من نمی توانم طعم بیهسی را تحمل کنم. ممکن نیست که این دندان دیگر درد بگیرد. ممکن نیست که این دندان دیگر درد بگیرد. آیا اجازه دارید در حین کار به موسیقی گوش دهید؟ آیا اجازه دارید در حین کار به موسیقی گوش دهید؟ من قادر نیستم هزینه لمینت را بپردازم. من قادر نیستم هزینه لمینت را بپردازم. آیا می توانید برای من یک مسواک نرم توصیه کنید؟ آیا می توانید برای من یک مسواک نرم توصیه کنید؟ او نمی توانست به دلیل درد غذا بخورد. او نمی توانست به دلیل درد غذا بخورد. ممکن است نیاز به عکس رادیولوژی جدید داشته باشید. ممکن است نیاز به عکس رادیولوژی جدید داشته باشید. آیا می شود بیهسی موضعی داشته باشم؟ آیا می شود بیهسی موضعی داشته باشم؟ من ترجیح می دهم دندانم را نکشم. من ترجیح می دهم دندانم را نکشم. او دوست دارد که دندانهایش بسیار سفید باشد. او دوست دارد که دندانهایش بسیار سفید باشد. من علاقه‌ای به ارتودنسی ندارم. من علاقه‌ای به ارتودنسی ندارم. آیا می پسندید که از روکش سرامیکی استفاده کنیم؟ آیا می پسندید که از روکش سرامیکی استفاده کنیم؟ من خوشم نمی آید از طعم دهانشویه. من خوشم نمی آید از طعم دهانشویه. او عاشق لبخند جدیدش بعد از لمینت است. او عاشق لبخند جدیدش بعد از لمینت است. من ترجیح می دهم معاینهام کوتاه باشد. من ترجیح می دهم معاینهام کوتاه باشد. آیا دوست دارید در حین کار فیلم تماشا کنید؟ آیا دوست دارید در حین کار فیلم تماشا کنید؟ من از خوشم می آید که دندان پزشکم با من صبور است. من از خوشم می آید که دندانپزشکم با من صبور است. او نمی خواهد دندان مصنوعی داشته باشد. او نمی خواهد دندان مصنوعی داشته باشد. من طرفدار استفاده از نخ دندان هر روز هستم. من طرفدار استفاده از نخ دندان هر روز هستم. آیا می پسندید که رنگ پرکردگی با دندانهایتان هماهنگ باشد؟ آیا می پسندید که رنگ پرکردگی با دندانهایتان هماهنگ باشد؟ من از متنفرم که دندانم ناگهان درد بگیرد. من از متنفرم که دندانم ناگهان درد بگیرد. او خیلی دوست دارد که دندان پزشکش توضیح دهد. او خیلی دوست دارد که دندانپزشکش توضیح دهد. من ترجیح می دهم بیهسی بدون سوزن باشد. من ترجیح می دهم بیهسی بدون سوزن باشد. آیا دوست دارید برای جرمگیری از دستگاه اولتراسونیک استفاده کنیم؟ آیا دوست دارید برای جرمگیری از دستگاه اولتراسونیک استفاده کنیم؟ من علاقه‌مند به روش‌های دندانپزشکی مدرن هستم.
من علاقه‌مند به روش‌های دندانپزشکی مدرن هستم. او از خوشش نمیآید که صبر کند. او از خوشش نمی‌آید که صبر کند. من طرفدار مسواک برقی هستم. من طرفدار مسواک برقی هستم. آیا می‌پسندید که نوبت اول صبح را داشته باشید؟ آیا می‌پسندید که نوبت اول صبح را داشته باشید؟ لطفاً آهسته‌تر کار کنید. لطفاً آهسته‌تر کار کنید. دهانتان را بیشتر باز کنید. دهانتان را بیشتر باز کنید. نگه دارید. می‌خواهم نفس بکشم. نگه دارید، می‌خواهم نفس بکشم. لطفاً به من بگویید که چه کاری انجام می‌دهید. لطفاً به من بگویید که چه کاری انجام می‌دهید. نترسید. این فقط یک معاینه ساده است. نترسید، این فقط یک معاینه ساده است. ببخشید. می‌توانید نور را کمی کم کنید. ببخشید، می‌توانید نور را کمی کم کنید. صبر کنید. درد گرفتم. صبر کنید، درد گرفتم. لطفاً مراقب دندان حساس من باشید. لطفاً مراقب دندان حساس من باشید. به من اجازه دهید قبل از شروع آب بنوشم. به من اجازه دهید قبل از شروع آب بنوشم. نگویید که باید دندانم را بکشید. نگویید که باید دندانم را بکشید. لطفاً قیمت پر کردن این دندان را بگویید. لطفاً قیمت پر کردن این دندان را بگویید. عجله نکنید. من استرس دارم. عجله نکنید، من استرس دارم. به من کمک کنید تا از صندلی بلند شوم. به من کمک کنید تا از صندلی بلند شوم. لطفاً وسایل را قبل از استفاده استریل کنید. لطفاً وسایل را قبل از استفاده استریل کنید. نچرخید. باید ثابت بمانید. نچرخید، باید ثابت بمانید. بگویید که چه زمانی می توانم غذا بخورم. بگویید که چه زمانی می توانم غذا بخورم. لطفاً صدای دلیل را کم کنید. لطفاً صدای دلیل را کم کنید. نگران نباشید. تمام می شود. نگران نباشید، تمام می شود. به من قول دهید که درد نخواهد داشت. به من قول دهید که درد نخواهد داشت. لطفاً دستورالعمل‌های بعد از عمل را بنویسید. لطفاً دستورالعمل‌های بعد از عمل را بنویسید. درد این دندان از دندان دیگر بیشتر است. درد این دندان از دندان دیگر بیشتر است. لمینت گرانتر از پارکردگی معمولی است. لمینت گرانتر از پرکردگی معمولی است. دندانهای پایین سالمتر از دندانهای بالای من هستند. دندانهای پایین سالمتر از دندانهای بالای من هستند. این مطب تمیزتر از مطب قبلی من است. این مطب تمیزتر از مطب قبلی من است. جرمگیری با دستگاه اولتراسونیک بهتر از روش دستی است. جرمگیری با دستگاه اولتراسونیک بهتر از روش دستی است. درد بعد از کشیدن دندان عقل کمتر از چیزی بود که فکر می کردم. درد بعد از کشیدن دندان عقل کمتر از چیزی بود که فکر می کردم.
روکش سرامیکی طبیعی تر از روکش فلزی به نظر می رسد. روکش سرامیکی طبیعی تر از روکش فلزی به نظر می رسد. بیهسی تزریقی قوی تر از ژل بیهسی است. بیهسی تزریقی قوی تر از ژل بیهسی است. مسواک برقی مؤثرتر از مسواک دستی است. مسواک برقی مؤثرتر از مسواک دستی است. دندانپزشک جدید من با تجربه تر از دندانپزشک قدیمیام است. دندانپزشک جدید من با تجربه تر از دندانپزشک قدیمیام است. این آبسه بدتر از آبسه قبلی من است. این آبسه بدتر از آبسه قبلی من است. حساسیت دندانهای من شدیدتر از قبل شده است. حساسیت دندانهای من شدیدتر از قبل شده است. ارتودنسی نامری زیباتر از ارتودنسی فلزی است. ارتودنسی نامری زیباتر از ارتودنسی فلزی است. صدای دریل اینجا ملایمتر از جای دیگر است. صدای دریل اینجا ملایمتر از جای دیگر است. طول درمان این روش کوتاهتر از روش دیگر است. طول درمان این روش کوتاهتر از روش دیگر است. دندان مصنوعی جدید راحت‌تر از دندان مصنوعی قدیمی است. دندان مصنوعی جدید راحت‌تر از دندان مصنوعی قدیمی است. این دهانشویی قوی‌تر از دهانشویی قبلی من است. این دهانشویی قوی‌تر از دهانشویی قبلی من است. معاینه امسال سریعتر از سال گذشته بود. معاینه امسال سریعتر از سال گذشته بود. هزینه کشیدن دندان کمتر از هزینه ایمپلنت است. هزینه کشیدن دندان کمتر از هزینه ایمپلنت است. لمینت بادوامتر از بلیچینگ است. لمینت بادوامتر از بلیچینگ است.